دمو تکوی بدیم که شما آمدین برای ما 1,20,000 روپیه کمک کردی، خانه گرو کردی. کاکای تو ما را زیاد جگرخون کردی. جگرخون نشو، چرا که یعنی میره که امور ای کرد دیگه، یعنی صحت و سالم شد. یعنی زندگی یک نفر نجات داد. خرید بله خرید. هی تاکا است، تا اینجا را نم است، پایین نم است. علی رضا چطور است؟ علی رضا میالی پارسال عمله آمد در سرش. عمله آمد دیره ماشینش گفت که وقتش کم منده. این دهلیز عمومی است در این زمستان سرد. ما در خانه خود که بخاری ماندیم گرم نمیاییم. شما چی رقم پدر؟ سلام برسه هموطنان عزیز، خدا کنه جور و سلامت سرحال باشین. ما دیگه امروز چای صبح مهمان استاد گرانبها هستیم دمی انگر یا فروشگاه بزرگ و امروز قرار است که کاکا جمعه کسی که به کمک شما از زیر زمین که یعنی در تاکو زندگی میکرد در زمستان سرد، ما برش خانه گرفتیم، فرش و ظرف خریدیم. یک بار شما برین مرور کوتاه به گذشته می داشته باشیم. کاکا جمعه کجا قدم سر خورد، چی خریدیم برش، زندگیش چگونه شد، او را ببینین. دوباره برمیگردیم. کاکا جمعه را تماس گرفتیم که بچگکش علی رضا جان با چند صحبت می داشته باشیم. به کمک دوستای ما مسافرای ترکیه یک مقدار مواد خوراکه را خریداری میکنیم، برش تسلیم میکنیم تا ای که بره بخیر به طرف خانه. دیگه ما تا چای نوش جان میکنیم، انشالله کاکا جمعه میرسه. کاکا جمعه که از بین 10 کارگر در یکی از مکانهای کارگری در کابل توسط همکار ما تشخیص شد و با برنامه اشک و لبخند خاطره ساخت. اون کاکام خبر نداره، ما تو گفتیم که برای خود دیگه یک چیز مراد بخیر تیار تکه خوب شکر در هیرانه خواه اینجی مارشنده یک نفر دیگر گفته که از این پیسه بگیر. سردار بهانه می سازد تا چوب و مواد خوراکه را در منزل این پیرمرد تسلیم دهد. شما بچه رفتت اینجی؟ کاکای تو ما را زیاد جگرخون کردی. جگرخون نشو، چرا که ما شکر میکنم به دربار خدا. روش کنی که جگر خون نشی. برادر عزیز تو افغانستان دوست داری که کارا رو میکنی. همین سودا رو تو اینجا پایین کن. هی تاکو است، تا اینجا را نم است، پایین نم است. در اتاق دیگه کی است اونجا؟ در اتاق دیگه یک همسایه است و رفته بیچاره. این دهلیز عمومی است در این زمستان سرد. ما در خانه خود که بخاری ماندیم گرم نمیاییم. شما چی رقم پدر؟ واقعیت دردآور است. صدای سردار و همکاران ما را هم لرزه میگیرد. همکاران ما با دیدن این حالت زجر میکشند و تحمل نمیتوانند و تصمیم میگیرند تا خانواده او را از این گورستان تاریک نجات بدهند. او یک دفعه اونجا عمل کردن؟ اونجا عمل کردن؟ بعد این جور شد در روز. بعد یه چی کار شد که نان ازم نمیتونست. از اینجا عمل کردن. حال از بغل عمل کردن. از اینجا عمل کردن. اینجا یک ماشین اشتن. این ماشین برکدنیه. ما اینی میره از خدا میخوایم همین جانش جور باشه. یک گدایی میکنیم تیر میکنیم. چه پروا داره؟ سلام دوباره هموطنان عزیز. ما در یکی از راهنمایی که مربوط به این شهرک میشه قرار داریم. به مبلغ 1,20,000 افغانی برای 2 سال قرارداد کردیم. خانه برادر برای کاکا جمعه محمد رضا است نام خودت نه دیگه. ولد چی؟ ابراهیم. ولدیت یوسف. و 2 اتاق، یک آشپزخانه و دهلیز مشترک، همچنان حمام تمام شده اختیار کاکا جمعه قرار میده. دیگه موضوعاتش بعداً صحبت میکنیم. فعلا ما میخوایم که پول که در نظر گرفته شده او را برای برادر تقدیم کنیم. همکاران ما بدون آگاهی خانواده کاکا جمعه میخواهند
تمامی لوازم رفاهی زندگی را برایش خریداری کرده و آن را در منزل جدید کاکاجمه جابجا بسازد تا او و خانوادهش بیشتر متعجب شود. سلام هموطنان عزیز، خدا کنک جور و سلامت سرحال باشین. ما دیگه فقط فرش و ظرفی چیزا را آوردیم که خانه نو کاکاجمه را بخیر فرش کنیم و هنوز هم خبر نداره که ما این چیزا را خریداری کردیم. همکاران ما برای خریداری لباس جدید همه خانواده کاکاجمه را در یکی از فروشگاه ها میبرد تا باشد که فردا برایشان آغاز فصل جدید زندگیشان باشد. جرمنیستی خب؟ جرمنی تر آدم صافایی میگی ها؟ و بالاخره چهره ای که آماده قدم گذاشتن به دنیای روشنه هست. از جرمنی اومدی؟ جرمنی آمدیم. خیلی علیرضا کجا؟ اینا علیرضا آمده اینا. مانده نباشی. سلام علیکم. خب جور بخیر جور دیگه این در بسته میشه؟ در نو باز میشه. بله هموطنان عزیز، باز هم خوش آمدید. از خانه کهنه انتقال کردیم به خانه نو، زندگی نو. یا الله یا الله. این ایام خانه شما. با این برنامه چند سال می شود تنها با دیدن نیازمندان و برای کمک کردن به آنها تنها یک هدف رضای الله متعال و عمل کردن به وظیفه ایمانی و وجدانی خودشان ایجاد شده است. خب دوستا، ما دیگه چای صبح و نوش جان کردیم. کاکاجمه همراه علیرضا جان در کنار ما قرار داره. بالا کاکاجمه اول خود سلام برسه. سلام علیکم. جانک جور سعادت خوب. علیرضا جوری بخیر. جان تو جور؟ شکر. سلام. شکر شما رو جور میگیریم. سلامت باشی. خدا همه امی خارج و داخل خدا شما را از بلاها حفظ کنه. در پناه خدا سلامت باشی، با عزت باشی. شما ما را دستگیری میکنین، خدا شما را دستگیری کنه. با عزت خدا با همراه شما باشه. یک دقیقه قصه کو کجا سر خوردیم، چگونه زندگی تغییر کرد، از کجا در کجا رفتی و فعلا در کدام وضعیت هستی؟ والا شکر وقت کو خیلی کار خراب بود. دمو تکوی بدیم که شما آمدین برای ما 1,20,000 روپیه کمک کردی، خانه گرو کردی. اما خانه را میالی پولش نمیدی اومدی کمره. چرا؟ از اونجا برآمدیم مگه والا ما نداریم. ما نداری، اگر نظری رو خدا جور داشته باشه از تو میگیره. بله بله. به هر قسم. خب. یک و دویم نگیشی بخیر امو یک چیز خورده ای که اونجا کار کردیم پیدا کردیم، یک غرفه خریدیم ده بشی برار کن. گیر تو کار کن. خب. او یک زمستان کار کرد و پیسه زود شد خلاص. زمستان خوردیم امی امارات که آمد دیگه خلاص شدی، از کار افتادی. قیمتی هم دیگه به اوج رسید. خلاص شدی. علیرضا چطور است؟ علیرضا میالی پارسال عمله آمد در سرش. عمله آمد دیره ماشینش گفت که وقتش کم منده. بردیم در فرانسویا گفت که شاو 20,000 روپیه ما اینجا بستر میکنیم. ما گفتم خیر 22 بگیر، مقصدی حسابش از بین نرود. خب اینمی بود که خدا را شکر یه امونجا عمل کرد 1,50,000 طلب کرد. ما 40 روپیه داشتم، 40,000 دیگه که شما ما را داده بودید اون مخصمند بود دیگه نماند. امو 40,000 دو تول کردم دیگه گفتم ندارم. گفتم چیزی کاکر بیدی عکس شماره کاکر. خب اون شماره کاکر دادم دمزو دکتر او قچی بسیج کردم موبایل کلان کسته. بله. ما ورا نمیفهمم. قدمزو که کرد گفت علیرضا دا کمازه دا عمله. گفت چی پیسه دا کار؟ گفت 70,000 روپیه. اون ما 70,000 روپیه قد 40,000 روپیه گرفت دیگه شده محض الله بر رضای خدای الله. هم کاکر صاحب کمک کرد. هم کاکر صاحب کمک کرد با ما. از کانادا بود؟ لندن بود؟ از کانادا یا لندن از یادم رفته. خدا خیر نصیبش کنه. یگان چیزا مرا هم گفته بود که ما هم خودت خبر داری که صبح ما برایم تا شام در گشت هستیم. یگان پیاما کرده بود اگه حالا میبینم ما را سلام ما برسه برش. الهی آمین. سلام از طرف کاکر صاحب همون کمکی که شده این علیرضا جان پس حتما چه شکر. اما کاکر ایره اگر نبودی از بین رفته بود.
این خلاص شده بود، یعنی نفس کشیدن نمیتونست. این خلاص شده بود. همین کاکر که 70,000 روپیه در این رای کرد، پیش از دوام 40,000 روپیه هم امور رای کرده بود. امور هم که ما دادم خدا خیرش بیدیه دیگه 1 روپیه نداشتی. یعنی میره که امور رای کرد دیگه، یعنی صحت و سالم شد. یعنی زندگی یک نفر نجات داد. خرید بله خرید. بله. اینالی دیگه والیش بنده، والیش هم امو دکتر بینا گفت ما یه را عمل میکنم 2 لک باشه. وقت مالا 2 لک ندارم ما دیگه روی من نمیشه که با کاکر بگم که بعد ما بازم پیسه رایی کنم. خیلی ممنون یک جان، تشکر، عمیق شدم، شکر است. بیا خدا مهربان خدا است. بزرگ است. بله ان شاء الله همه قدر که شده دیگه شب پروردگار عالم مهربان است. ان شاء الله. خدا برای ما ازی بگو که یگان دفعه ما یادت می آمدیم نمی آمدیم هر دفعه یاد بله سر دسترخوان دعا میکنیم، در هر جای سر نماز دعا میکنیم. خدایا یالی کو امی امارات آمد ولی امارا خدا نگاه کنه، ما کجا شما رو پیدا نمیتونیم. باز شما را این تراش را که زد هم خاموش بود نه؟ بله دمو اسنا که باز هم خداوند شما را با ما رسنده 1000 بار شکر شی. سلامت باش قربان. خداوند شما را از بلاها حفظ. با عزت باشی کاکا جمعینی از طرف دوستای ماست که خودشان مسافر از در ترکیه. خدا واره نگاه. یک مقدار پول روان کرده بودن که اینمی مواد خوراکی را خودت میبینی، کاغذ تشناب، آرد، روغن، گوگرد، مایع ظرفشویی، چای، بوره، مکرونی، لوبیا، پیاز، کچالو، برنج پلوی، نمک و برنج شوله‌ای که نمیره دوستا از ترکیه کمک کردن. خدا خیر نصیب کنه. خدا خیر نصیب از دعا کنه. خدا پروردگار عالم زمین آسمان نجات بده. ما را از بلای زمین آسمان نگاه کنه و وارا. آره همه ما و شما را ان شاء الله با یک دیگر در پناه خدا باشه. ان شاء الله. این هم پول اضافه است فقط 690. هیچ تو بگی این 1.5 صد ببر به مدریور بده اون با که با سودای تانه ببره. این 500 هم باز یگان گاز ماست پرده. بیا یک دعا میکنیم پروردگار دیگه سر کل گیره هم. الهی آمین. یک بوجیار 3005 خداوند. چرا خم ما بخریم بوده 10 ریال است، چرا خم بخریم؟ خب 5 ریال ما شدیم. دا عادی هم تبریک باشه که بخیر زن آوردیم. خب تبریک باشه. نه خبر نکردیم. یک دعا میکنیم دست بالا که باز یک روز یک آشپزی کو برای ما چیزی که وطنی پخته میکنی باز میایم برای ما پخته کنی. چیزا یاد داری؟ الگاو بلگاو دست پر بالا الگاو بلگاو بیا خداوند پاک دیگه خودت دعا کن کاکا جان. خداوند یعنی افغانستان را با خونی شهدا ایرا پیروز کنه، ایرا نجات بده از بلا و زمین و آسمانی، از کلی امروزی دشمنا ما را نجات بده خدایا. علل خصوص کاکر شما نفرایی که در خارج هست یعنی ما و شما را با پناه خود نگاه کنه. اون خدا یک خداوند کل مریضای ما را شفا بده. آمین. با حرمت 14 نور مقدس ما و شما را از بلاها حفظ کنه. خدا حافظ دیگه کاکا جان، بخیر باشید. قربان شما. وقت سلامت باشید. برو پناهت به خدا خداوند پاک دیگه ما را از بلای زمین آسمان همین دعا را کو. دایم در سر نماز در سر دسترخوان این دعا را برای شما دارم، برای رفقایی که بودن با اینین با اینا کلی افغانستان ما و شما را از بلا حفظ کنه. برو پناهت به خدا بره به خیر باشید.
بله هموطنان عزیز، این بود برنامه امروز خدمت شما تقدیم کردیم. سپاسگزار هستیم از مسافرای ترکیه که یک مقدار پول روان کردن، ای که چی خریداری کردیم و چی مقدار در این برنامه به مصرف رسید. در اخیر برنامه هم کار عزیزم بر شما یادآور میشه. یک مقدار پول دیگه شان هم مانده که او را انشاءالله در برنامه بعدی برای نیازمندا خواهد رساند. تا دیدار دوباره، الله حافظ و نگهدارتان. ما سپاسگزاریم از مسافران ترکیه که مبلغ 21500 افغانی را به این برنامه ارسال کرده بودند که مبلغ 10,000 افغانی را مواد غذایی به کاکاجمه خریداری کرده، مبلغ 200 افغانی را هم کرایه تاکسی پرداخت نموده، مبلغ 500 افغانی را هم نقداً به کاکاجمه پرداخت نمودیم و مبلغ 10,750 افغانی را در یکی از برنامه‌های آینده برای نیازمندان اهدا خواهیم کرد. هموطنم برخیز و چشم باز کن، فردا نوبت توست. آره، این ملت من است که دستان خیش را برگرد آفتاب کمربند کرده است. این مشت‌های اوست که می کوبد از یقین دروازه های بسته تردید قلب.